قصه عشق در افغانستان، قصه پردردی است که دهها زوج جوان افغان در جریان چند سال گذشته به جرم دوست داشتن یکدیگر تهدید، شکنجه و حتی کشته شدند. داستان زکیه و محمد علی، نمونه‌ای از هزاران داستان عاشقانه در افغانستان است. زکیه و محمد علی، دو جوان عاشق باشنده ولایت استان بامیان افغانستان‌اند که به تازگی به جرم دوست داشتن یکدیگر و ماندن در کنار هم از چند روز به این طرف فراری‌اند، در کوه‌ها به سر می‌برند تا در شکار افرادی که قصد کشتن آنان را دارند نیفتند. روزنامه نیویورک تایمز نیز با انتشار گزارشی نوشته است: خانواده زکیه شدیداً مخالف این کارند و نمی‌خواهند که این دو زوج با هم ازدواج کنند. اما چرا؟ اصل ماجرا از اینجا آغاز می‌شود. به دلیل که زکیه دختر یک قوم است و محمد علی از قومی دیگر و هر دو باشنده ولایت بامیانند و در همسایگی یکدیگر بزرگ شدند. پدر زکیه با مخالفت شدید اجازه نمی‌دهد که دخترش عروسی کند، اما زکیه می‌گوید خوشی بودن با محمد علی برایم بزرگتر از ترس خانواده و دستگیر شدنم توسط دولت است. این نخستین بار نیست که ولایت بامیان میزبان چنین ماجراست، بلکه در گذشته نیز چنین رابطه عاشقانه میان دهها زوج جوان در این ولایت صورت گرفته است. اما برای فعلا زکیه و محمد علی به دلیل رابطه عاشقانه و دوست داشتن فراری‌اند و در کوه‌ها پناه بردند تا از شکار افرادی که قصد کشتن این دو زوج را دارند در امان باشند. با در نظر داشت روابط عاشقانه که در گذشته در افغانستان اتفاق افتاده بود، احتمال اون وجود داره که رابطه عاشقانه زکیه و محمد علی نیز به فرجام نرسد و سرانجام به یک ماجرا غم انگیز به پایان برسد.